پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه. کدام آدمی که مال مردم گیرد، یعنی قرض گیرد با مقصد ادا، با مقصد برگردانیدن، ادى الله عنه، الله تعالی ادا میکند، یعنی یاری میدهد تا اینکه برگرداند. و من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه الله عنه. کدام آدمی که مال مردم گیرد با نام قرض لیکن مقصدش ندادنی است، قرض داده است میگد و میگیرد و بعد نمیتید، این مبلغ الله تعالی نیست و نابود میکند. در این بین آدمی که قرض گرفته است قرضدار و گناهکار میماند. روز قیامت هر یک دیناری که گرفت بعد وزنین میشد، مانند کوه میشد. سوال و جوابش بسیار مشکل میشد. از گناه های آدمی قرضدار گرفته به، از گناه های صاحب پول گرفته به آدمی قرضدار داده میشد. ثواب های آدمی قرضدار گرفته به آدمی صاحب پول داده میشد. هر یک آدمی که قرض گرفته است در این دنیا قرض نمیگرداند، برای آنکه اون آدمی که صاحب مال است یا در زندان است یا گریزه هست، امکانیتی دیگه هم پول رویاندن ندارد، چیکار کند؟ اینا نمیتید یا این کار میکنه، میگه من تو قرضدار نیستم، میگه نعوذ بالله. این از همه ناوفایی هست. روزی بود محتاج شده آمدید کسی نداد، همین آدم داد. امروز اکنون میگوید که این کار میکند. بعضی میگه من تو هیچی نگرفتم یا من صاف کردم، میگه دروغ. این تهمت است و این مال است او با عرق جبین جمع کرده است. یک دویمش برای شما داد است، نیکی کرده است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مگر مکافات نیکی نیکی نیست؟ باید قرض گردانید، اگر رفتو ندارید زنگ زنید، مقصد گویید که من عین حال ندارم انشالله برمیگردونم. گویید مردمی که قرض گرفتن دشمنی آدمی قرض دادگی میشه. اون برای شما نیکی کرد، هیچ گپی نداره. اگر امروز ندادید بکنم اون پول به شما نصیب نمیکنه، از بینی تا میبرد، از دیگر طرف 10 مراتب 100 مراتب کرده الله میگیرد. با روز قیامت گناه آن آدم بر ذمه شما بار کرده میشه و ثواب های شما اون آدم میگیره. اگر ثوابات نرسد گناه او بر ذمه همین آدمی قرضدار پرتافته میشه. ثم طرح فی النار، سپس به آتش دوزخ پرتافته میشه. یعنی جای گریز نیست. شما فکر نکنید که امروز او بیچاره شد دیگه پولی من میتونم نتیم. خیلی فکر نکنید، پولای مردم برگردانید. آدمی که به شما نیکی کرده قرض داده است قرض برگردانید.